فولاد بابای ما سالهای پیش از جنگ این بزرگ وطنی که در قشلاق قد جیبور زنبور پرور بودن. زنبوری دولت بود. بعد از سال 32 وقت قانون برآمد که خلق اجازه داده شود همه میتونه سر کنه میکنه. من حاضر این اویله که تخم کرده است ملکش سه تا رمکه بچه دار میتواند دو تا رمکه نو سوخته بیاد به مامانم. نام این ماشین است. ماشین رو میتونیم از پیش یکم رمکه اصل و گرد گلدار میبیاید. بعد ماشین رو با طور میگذاریم که همین طرف سیم از طرف رمکه تخمدار بیاید که تیز خونچه رو سوخته سیم ها از ماشین جدا نشوند. همین طور میگذاریم. دهم 15 میلیون وقتی اصلگوری زنبور در خشم سر میشود کوه خنوکی است تا 25-30 درجه گرم نشود زنبور اصل وارد نمیتونه. از کوه میبریم تا 10-15 اکتبر شکر اون رو دادن. با بهار که بارش بسیار میشود بارونگری ما شکر تیار کرده سیرپ تیار کرده ترکیب اون نمک خط میکنیم زنبور میخورونیم که اگر بارونگری زیاد شود در هر یک برون یک لیچه شکر رفتن میگیرن. مشکلی ما همین. زنبورچه‌هایی که از تخم میبره مدت 21 روز تا 7 روزه 8 روزگیشونه گرد گل رو با اصل زنبوروی فوری تیار کرده کوفته میخورونن. بعد 7-8 روزگی زنبورکی از تخم برآمدگی فرامچک شده هم و جمعواری اصل و گرد گل مشغول میشود. من با همین اسباب ما این طور میخفیم گرد گل رو تا نصف روزه میمونه. هر اویله هر نمود گرد گل رو میبورد. من بینید هم زرد هست هم زرد بلند کبود سیاه. پروپولیس اینم از پایه نو درختانی که من نو بار میکنه شیره حاصل میکنه گرفته اپوی رستنی ها همه پروپولیس رو میدورد زنبور. عادتا زنبور تیرمو بسیارتر جا میکنه پروپولیس رو. خود پروپولیس دوری بهترین است برای شوش برای شکستن دوای دیوزن کشتن. صد اوله کتیم از یک تونه 700 کیلو اصل گرفتیم. من 23 سال خریدار زنبور دوریم اصل دوریم. همه کوفته خونه میبینن میگیرن. کی زخمان است ما هیچ وقت ناامید نمیکنیم. اونا رو یاد میتونیم که هر کس رزق خودش داره.